تو هم هر روز کار میکنی اما آخر ماه دوباره حس میکنی صفر شدی. پول تو جیب نمیمونه، حقوق میاد، خرج میره و دوباره هیچ چیز. امروز میخوام بهت نشون بدم چرا با اینکه کار میکنی هیچ وقت ثروتمند نمیشی. مشکل کم کار کردن نیست. مشکل اینه که تو بازی مالی اشتباه بازی میکنی. بیشتر مردم صبح تا شب کار میکنن، حقوق میگیرن، خرج میکنن و دوباره صفر. یه چرخه بی پایان. اما خبر خوب اینه که میشه این چرخه رو شکست. اول باید یه چیز ساده اما حیاتی رو بفهمی. چیزی که از جیبت پول میگیره بدهیه. چیزی که پول بیاره تو جیبت داراییه. یه ماشین آخرین مدل میخوای، اگر فقط خرج میکنی بدهیه. یه سرمایه گذاری کوچک که سود بده داراییه. افراد ثروتمند اول دارایی میسازن، بعد خرج میکنن. فقرا اول خرج میکنن، بعد اگر چیزی موند سرمایه گذاری میکنن. حالا یه نکته خیلی مهم، ذهنیت تو کل داستانه. ثروتمندها همیشه قبل خرج کردن فکر میکنن. این کار باعث میشه پولم بیشتر بشه یا کمتر. اگه پول تو خرجت نره و روی دارایی سرمایه گذاری کنی، چرخه شکست رو میشکنی و کم کم کنترل پولت دست تو میاد. اگه میخوای چرخه صفر شدن رو تموم کنی، همین امروز بازی مالی تو عوض کن. تو این کانال یاد میگیری چطور پول بسازی، خرجت رو کنترل کنی و ذهنیت ثروتمند بسازی. پس حتما کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو روشن کن تا هیچ نکته‌ای رو از دست ندی.